Hi, I'm Carrie Jo Stewart from Canada, and I'm back again in Iran after an initial visit in January. I'd originally come because of the Turkmen horse, and I'm doing a genomics project. But while I was here, I was lucky enough to accompany the documentary film crew to the neighboring village where I learned about carpet making. While I was in Canada, I made a book, and it was just originally going to be about horses. But because of my trip to Doydak village and the carpets, I fell in love with them, and I've included it in the book. سرزمین هنر، سرزمین ابریشم. دویدوخ از بخش جرگلان، روستایی است در شمال غربی استان، در 150 کیلومتری بجنورد قرار دارد. اسم ابدان آفرینه. زندگی من دوست دارم، همیشه کار میکنم. شو روز کار میکنم. ساعت 4 حرکت میکنم، ساعت 9 کار میکنم. غذا میکنم، میام سر کار میکنم. حالا من کار دوست دارم. خودم پیشم دلم پیر نمیشه، همه مگه دلم کار بکنم. قوم تکه یکی از اقوام مهم ترکمن در اینجا سکنا دارند و محصولشان یکی از قیمتی ترین آثار هنری جهان. محصولی که تا به امروز در هیچ جای دنیا رقیبی نداشته و به عنوان نگینی درخشان در این سرزمین می درخشد. فرش ابریشمی دورو. Acaba? Armağanlar. Böyle işlep yurtunuz beter qoğu işler bitirýän begeniyat daşar yurtdan gelipdiler. Dedinkiler görmäninden inşallah o qalalarda görür paşa şeyine başlar. Shave it special. Shave, okay, special. Okay. Oh, okay. I didn't know. Yeah. Very nice. Can she do it slow so I can see her fingers? She can't slowly. Men yanına bir yuvaş edip bilmiyor, bir beter çeper oluptur, katı bağlı yuvaş edip bilmiyor. Do I sit? Okay. Oturdun mu gelecek? Do their fingers get sore? This is Turkish type. Okay. Turkish type. And another is Persian. The Turkmen culture really surprised me, and I've never seen such amazing carpets. موقعی که صحبت از دست‌بافته‌های ترکمن میشه،
نام یک منطقه جغرافیایی بر اذهان مردم جهان پدیدار میشه و نقش میبنده. منطقه جرگلان که به بافت قالیهای دروی ابریشمی مشغول به بافت است. نگین سبز روستای دویدوغ درخت‌های صبور و پرشکوه توت است. درخت توت آنچنان در این روستا ریشه دوانیده که سایه‌اش به صورت شگفت‌انگیزی در همه جا رخنه کرده است. در اسامی مناطق مختلف دویدوغ، در اسامی پسران و دختران این منطقه و همچنین در فرهنگ عامه این دیار. حالا برمیگردیم به فیلولوژی مختصر این کار در بین اقوام و میبینیم درخت توت اصلا رفته تو اسم روستا. توتلی، شاتوت، اشتوت، توتلقله و خیلی از روستاهایی که اسمشون از توت گرفته شده. و در واقع من اینجا بارها شنیدم وقتی که مردم میان تو مطب و حالت بسیار مریضی در مریضشون احساس میکنن، به خاطر دلداری میگن انشالله توت یالو ولرسن، یعنی انشالله که مثل درخت توت خواهی شد. این نشون دهنده خیلی چیزاست، یعنی دوباره به لطافت و نرمی و استحکامت برمیگردی. توتستان ها منبع اصلی تولید نخ ابریشمی هستند. پیله از توتستان ها جمع آوری می شود و به عنوان اصلی ترین ماده اولیه فرش دویدوخی مورد استفاده قرار می گیرد. کرم‌های ابریشم که بر شاخ و برگ درخت توت زیست می کنند، پس از مدتی تغذیه بر دور اندام خود پیله می کشند و همین پیله هاست که تبدیل به یکی از ظریف‌ترین و در عین حال محکم‌ترین نخهای جهان می شود. نخ ابریشم. در روستای دویدوغ با استفاده از برگ درخت توت و با استفاده از گیاه اشنون و اخیراً با کربنات سود یا صابون کار سفیدگری نخ صورت می‌گیرد. Sen hiç bilmezsin de bir şey var.
تیرشید گلر می‌کنه گلات قدنا من اوید Bitte eine bitte. Eine. Drum Streit. Hallo. zaten bir anta piri daha piri parata Olur. ha oya tamam kata Tepeli rakis ne? Mite diyorlar. How is your feeling about carpet making? It's more of an art than I thought. It's very What? difficult, Oh. I think, but the silk is very soft, very beautiful colors. Azar gel. Gel Allah. Salam. Salam. Matina. Salam. Matina. Ahnas. Dengar? دیلم چقدر Acaba? Dengar? صدای آن چک عادی قطع آها دکتر بولون خانم کریجو استوارت وقتی که از اونها سوال کرد که شما با این همه سختی این کار که من فقط یک گره میزدم برای من خیلی سخت بود شما چجوری از دستاتون محافظت میکنید استاد خانم آفرین حداقل من فکر میکنم بالای 50 نفر استاد رو تحویل این جامعه داده استاد فرش دوروی ابریشم ایشون به من جواب بسیار جالبی داشت گفت وقتی شما بتونی زندگی تو خوب به جریان بندازی و وقتی که کار رو به طور مداوم و مستمر و با اصول انجام بدی نه تنها مداومت و پرکاری در واقع در این صنعت بافت ابریشم باعث آسیب دستت نمیشه بلکه باعث محافظتت هم میشه به خاطر اینکه این دستات جریان خونش و تمام اون حرکاتش باعث میشه که شما دستت و پوستت و ساختار انگشتت عادت بکنه به این و همیشه در سلامت خواهد بود و شما ازش میدونی که به طور طبیعی میتونی خود حفاظتش بکنی. And when I took the stories and the pictures back to Canada to a Turkish carpet dealer, he didn't actually believe that these were double-sided carpets, and he had never heard of them. قالینر خودم رنگ میکنیم از گیاهی پوست گردو پوست انار آب زریش و بلگ توت از اینا همش مخلوط میکنیم رنگ میکنیم نوع رنگ‌های بکار رفته در فرش ابریشم دوروی ترکمن کاملاً گیاهی و همچون رنگین کمانی بر نقش و نگار فرش تجسمی شگرف را پدید می‌آورد. Privet tog ett trädgård som tog av den. Då som det tack alltså.
كله بقى. رنگ‌هایی که در 5 رنگ خاص و با استفاده از مواد رنگزای طبیعی تولید می‌شود. از قرمز گرفته تا کرم روشن ناب. موقع همیشه قالین ببافم. 9 تا دختر دارم، 4 تا عروس دارم، همشه چند تا نوه دارم، همشه استاد دارم. قالین ببافم. خلاقیت و مهارت و علاقه‌ای که زنان قوم تکه به قالیبافی دارند. قالیبافی بهترین، ایمن‌ترین و مطلوب‌ترین شغل برای خانواده ترکمن محسوب می‌شد. فرش تمام ابریشم دوروی ترکمن که در دویدوخ بافته می شود یکی از شاهکارهای هنر صنعت فرش دستباف ایران و جهان است. در اقصا نقاط دنیا هیچ کشوری نتونسته نظیر اونها رو تولید بکنه یا بتونه با این نوع تولیدات ایرانی رقابت بکنه. ظرافت، نوع گره و تبخر و سرعت بافنده ها از ویژگی های این اثر هنری می باشد. بافندگان دویدوخی نه کلاسی رفته اند، نه دوره‌ای گذرانده اند و نه به صورت متمرکز آموزشی دیده اند. آموزش آنان سینه به سینه و از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. از مادر بزرگ به مادر و از مادر به فرزند و از فرزند به نسل‌های آینده. مادر حاج خانم اینا استا بود. قدیم از اینا یاد گرفتیم. اینا رو چیجور رنگ میکنیم، چیجور بوافیم. حالا الحمدلله روزگار خیلی خوبه، ولی من الان مریض شدم. مرا دکتر گفت زیر نظر باشی، ناراحت قلبی داریم. از آقای دکتر قیادی گاه وقت میاد، گاه وقت ما میریم پیش. حالا بچه همه سیبا شدن رفتن. حاج خانم خودش 73 سال سن داره، الان هم قالی بگم. حاجی آرما وری یاددن می چای ترین می یادن مثلا دوش براد دین شما. بافندگان دویدوخی همچنان طرح‌های اصیل و کهن خود را حفظ کرده اند و برای رخنه در بازارهای جهانی به طرح‌های خود تنوع بیشتری داده‌اند. فرش ابریشم دوروی دویدوخ حالا ترکیبی از هنر و صنعت است.
یک بافنده دویدوخی بدون استفاده از هیچ گونه وسایل هندسی دقیق ترین اضلاع و ظریف ترین زوایا را بر قالی پیاده می کند. نقوش حیواناتی مثل اسب، لاک‌پشت، پرنده های آبی و شکاری که نشان برکت و قدرت و عزت است و نقش ستاره و خورشید به نشان روشنایی و بزرگی. همچنین تنوع در حاشیه‌ها از ویژگی‌های استثنایی فرش ابریشم درو می باشد. در قالی تکه و در قالی منطقه جرگلان اساساً شما با نمادها روبرو هستید، با نقش‌مایه‌هایی روبرو هستید که هر کدوم از این نقش‌مایه‌ها یا عنوان یک قوم را به خودش یدک میکشه یا نمادی از زندگی قوم ترکمن. This is the effect of camel foot and this is frog going to after raining camel effect. You know, very ancient, okay, goal and important and famous goal. So many experts and businessmen in Turkmen carpet love this pattern. This is NC. NC, the antique half of carpet. This is Sumerian sense. Yes. Okay, and the Ten Command and the mosque. در اینجا ما یک دستبافته ای رو میبینیم، یک قالی دروی 100% ابریشمی رو میبینیم که یک طرفش طرح آینه گل بهش اشاره شده و در طرف دیگر قالی ما نقش معروف انسی رو میبینیم. این نقش انسی نمایانگر آلاچیق، ستونهایی که در وسط آلاچیق ترکمن و قوم تکه میشه و باز تزئیناتی که هر کدوم از این تزئینات میتونه نماد از قوم ترکمن باشه. اما فرش‌های دستبافت عشایری که در منطقه تکه تولید میشه به دلیل ظرافت و لطافت خاصی که داره، از اونها علاوه بر این که به صورت کفپوش میشه استفاده کرد، میشه استفاده های دیگری رو نظیر رومیزی یا حالت های تزئینی یا آویز هم از این نوع فرش ها استفاده کرد. یک فرش ابریشم درو وقتی که از دو طرح مختلف در دروی فرش ما بهره مند هستیم، اون رو میتونیم در دو تا دکوراسیون مختلف در زمانهای مختلف به کار ببریم. سلام. 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 سلام گلجه. This is my favorite. Okay. Here. Here. This is my favorite. Okay. And pomegranate. It's nice, but this one is. Okay. On this trip, I hope to go back again and meet some of these people. Even though, again, I'm here just for the horse, I'm really in love with these people and their traditions and the carpets. The whole family is involved in carpet making, right from the original, the grandfather and the grandmother of each group, and then all their daughters and sons and the husbands. Everybody participates in the carpet making. And they're just nice people, and they're so devoted to the carpets in their life. And they, as I wrote in my book, I said the carpet making is part of their souls.
Tuğuleme kovu hallo kap. Muhalim var kovu var. Sordun değil mi? Görün aydın. Bir dua edelim ondan inşallah keser. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا الله إن قدم أمريدنا قلنا ونمنا متشقنا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بحالlar turist gelip aldı. Avustralya gitti baharlar. Bir haliyle haftada noda akıdıp Medine mescidine yazdı. Hacı Bibi ödü tokadı. Medine mescidine ertti. با امید اون روزی که فرش‌های دستبافت ایرانی، فرش‌هایی که دسترنج هنرمندان و بافندگان ایرانی هستند، با تبلیغات بهتر و بازاریابی‌های بهتر در اقصا نقاط گیتی در هر منزلی به عنوان تزیین دهنده اون منزل یافت بشه. آوردگاه ظرافت و یگانگی، استحکام و تلاش هنرمند ترکمن ایرانی، فرشی که اعتبار و آوازش به آن سوی دنیا نیز رسیده است، فرشی که همچون اسب ترکمن با فرهنگی دلانگیز و زیبا بر بستر تاریخ می‌خرامد. فرش ابریشم دروی دویدخ. ناتاشیره هشندکلی جیگره لجزیره بندادی کن یار 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 ناتاشیره علیله ناتاشیره هرای هرای ترکمن سرایه مالان بار کریانه کس نمایانه جشیان لی علیلی آب سرت علیلی آب سرت بوی بوی آب سرت جخره دن یار 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 سبن ارتلی علیلی سبن ارتلی شاملری منی دیسانی کنگ ارتلی علیلی کنگ ارتلی هرای هرای ترکمن سرای مالا بارکلی